حدود 4000 سال پیش اقوام آریایی از سمت شمال دریای خزر تصمیم مهاجرت میگیرن و به 3 دسته تقسیم میشن. دسته اول به اروپا میرن و نواحی آلمان امروزی ساکن میشن و دلیلی که هیتلر جنگ جهانی دوم رو انداخت و خودش رو نژاد برتر میدونست همین بود که اعتقاد داشت که ما آریایی و نژاد برتر هستیم و باید به کل دنیا مسلط بشیم و با همین شعارها تونست غرور ملی مردم آلمان رو برانگیزه و جنگ جهانی دوم رو برپا کنه. دسته دوم به هند و پاکستان امروزی میرن و اما دسته سوم به سمت جنوب حرکت میکنن و به ایران که میرسن 3 دسته میشن. پارت‌ها که در نواحی جنوب شرق دریای خزر که میشه استانه سمنان و گلستان امروزی ساکن میشن. پارسا که به سمت جنوب حرکت میکنن و نواحی جنوبی فلات ایران مستقر میشن و مادها که نواحی همدان امروزی سکونت میگزینن اما به صورت پراکنده و 6 قبیله و طوایف جدا از هم بودن و ما اون زمان شهری به نام حکمتانه که امروزه بهش میگیم همدان رو نداشتیم. مادها همسایه غربی به نام آشوری‌ها را داشتند که پایتختشون نینوا بود و قومی جنگجو بودند و مادها مدام از طرف آشوری‌ها مورد حمله قرار می‌گرفتند، اما چون به صورت جدا از هم بودند و هیچ اتحاد و انسجام و سپاه منظمی نداشتند نمیتونستن جلوی حمله آشوری‌ها را بگیرن و مدام توسط اونها غارت می‌شدند و عملاً زیر سلطه آشوری‌ها بودند تا سال 727 قبل از میلاد. توی ویدیوهای قبل که در مورد تمدن بابل صحبت کردیم گفتیم که اون زمان نواحی رشته کوههای زاگرس 3 قدرت ایلام و بابل و آشور مدام در حال جنگ با هم بودن. دیاکو که اون زمان رئیس یکی از قبیله‌های مادها بوده و اون زمان قبایل دیگه ماد هم ازش به نیکی یاد می‌کردند و اونو شخصی با درایت و کاردون می‌دونستن، فرصت رو غنیمت میشمره و 5 قبیله دیگه مادها رو در محلی به نام حکمتانه که به زبان یونانی اکباتان گفته میشه دور هم جمع میکنه و اونا را دعوت به اتحاد و تشکیل یک دولت مستقل از آشور میکنه که نتیجه بخش هم است و برای اولین بار این 6 قبیله مادها با هم متحد میشن و دیاکو تبدیل به اولین پادشاه ایران میشه. اولین کاری که دیاکو انجام داد این بود که اومد افرادی رو به عنوان نگهبان خودش انتخاب کرد و افراد دیگه‌ای رو هم مأمور ساخت تا پایتختش یعنی حکمتانه رو بسازن و بعد از اون دستور داد تا یک دژ مستحکم بر روی دامنه کوه الوند ایجاد بشه تا همه امور نظامی، دولتی و خزانه‌داری در اون انجام بگیره. البته بعضی از مورخان معتقدند که خود مادها مجلسی را تشکیل دادند و دیاکو را به عنوان پادشاه خود انتخاب کردند. به عنوان مثال هرودوت درباره پادشاهی دیاکو اینگونه نقل کرده: در زمانی که مردم ماد به طور پراکنده در روستاهای گوناگون به سر می‌بردند، در یکی از این روستاها مادمرد دانایی بود به نام دیاکو فرزند فراورتس که به درستی رأی و انصاف در قضاوت در روستای خود شهرت داشت. سرانجام کار او چنان بالا گرفت که مردم روستای دیگر نیز به هنگام نیاز تنها رأی دیاکو را می‌پذیرفتند. دیاکو با استفاده از این موقعیت با این بهانه که او به سبب کثرت مراجعه با کمبود وقت روبروست از قضاوت درباره گرفتاری‌های روستای دیگر سر باز زد. در نتیجه مردم سرزمین ماد بران شدند تا با برگزیدن او به پادشاهی خود مشکل دادرسی در سرزمین خود را حل کنند. دیاکو پادشاهی را پذیرفت و از مردم ماد خواست تا دژی شایسته پادشاهی برای او بسازند و نیزه‌داران از جایگاه او پاسداری کنند و خود مردم نیز به درون دژ کوچ کنند. چنین شد که شهری برای همه یا حکمتانه ساخته شد و به پایتختی ماد درآمد. بعد از اون دیاکو برای اولین بار تصمیم به تشکیل سپاه میگیره و یک سپاه رو تشکیل میده و به آشوری‌ها اعلان جنگ میده. جنگ بین دیاکو و پادشاه اون زمان آشور سارگون دوم از سال 715 قبل از میلاد شروع میشه و تا چند سال طول میکشه تا اینکه در نهایت دیاکو شکست میخوره و اسیر میشه و به حمات سوریه تبعید میشه و به این صورت مادها دوباره باجگذار دولت آشور شدن. بعد از دیاکو پسرش فراورتیش که بعضن فرورتیش هم گفته میشه جانشین پدرش و رئیس قبایل مادها میشه و با اینکه نتیجه جنگ با آشور و اسیر شدن پدرش رو دیده بود ولی راه پدرش یعنی دیاکو که جنگ با آشوری‌ها و استقلال مادها بود رو ادامه میده. اما چون میدونست مادها با قدرتی که اون زمان داشتن اگه با آشوری‌ها وارد جنگ بشن دوباره شکست خواهند خورد، پس تصمیم میگیره با پارس‌ها متحد بشه و اینطوری قدرتش رو 2 برابر کنه. بعد از اون به قسمت‌های شرق ایران حمله میکنه و نواحی شرقی رو هم مطیع خودش میکنه تا زمینه رو برای حمله با آشور آماده کنه. در نهایت سال 673 قبل از میلاد فراورتیش به همراه پارس‌ها و سک‌ها که متحدانش بودند علیه آشوری‌ها شورش کرد. مادها و سپاهیان متحد اونا در راه آشور دژهای جنگی آشوریان را یکی پس از دیگری تسخیر کردند و کاربیتو دژ معروف آشوریان در زنجان کنونی سقوط کرد
و دژ خارخاریان در قسمت غرب زنجان امروز به محاصره فراورتیش و متحدانش در اومد. فراورتیش و متحدانش به دریای دیاله رسیدند و فراورتیش واپسین گردنه‌های منتهی به جلگه بین النهرین را هم تصرف کرد و آشور همه شهرهای ماد به جز زاموا و پارسوا که کردستان امروزی میشه را از دست داد. از اوایل سال 673 قبل از میلاد که جنگ همچنان ادامه داشت، آشوربانیپال شاه آشور که میدید در حال سقوط است به فراورتیش پیشنهاد صلح داد و با خیانت پارتاتوا شاه سکایان که با مادها متحد بود جنگ به تعویق افتاد و پس از خروج سکایان از سپاه ماد جنگ نیمه تمام رها شد و آشور از سقوط حتمی نجات پیدا کرد. در سال 653 پیش از میلاد امپراتوری آشور درگیر یک اختلاف داخلی تاریخی شد. شاماشوموکین برادر آشوربانیپال پادشاه وقت آشور بر ضد وی قیام کرد و توانست متحدان بسیاری از جمله بابلیان، کلدانیان و ایلامیان را با خود همراه سازد. فراورتیش که متوجه ضعف آشور شده بود نیز فرصت را برای حمله مجدد به آشور مناسب دید. اطلاعات زیادی درباره جنگ دوم فراورتیش با آشور در دست نیست. هرودوت مورخ یونانی نوشته است که فراورتیش در جنگ با آشوریان کشته شد، اما با بررسی کتیبه‌های آشوری که به دست آشوربانیپال پادشاه وقت آشور نوشته شده هیچ نوشته‌ای در این باره نمی‌یابیم. فراورتیش را به عنوان مستقل کننده دولت ماد می‌نامند، هرچند که او در جنگ با آشور در نهایت موفق نشد اونا را کاملا شکست بده، ولی همین جنگ‌ها باعث مستقل شدن و نیرومند شدن ماد و تبدیل آن به یک دولت شد. مورخان نوشتند که همین جنگ‌های فراورتیش بود که زمینه‌ساز پیروزی‌های آینده ماد بر آشور شد. بعد از فراورتیش پسرش هوخشتره که فردی بسیار لایق و با درایت و شجاع بود به سلطنت میرسه. هوخشتره هنگامی به قدرت رسید که کشور در وضعیت نامناسبی قرار داشت و از هر سو در محاصره قبایل بربر کوچ‌نشین و به خصوص سکا بود. به همین خاطر ابتدا به ساماندهی ارتش ماد پرداخت. هرودوت در این زمینه می نویسد او برای اولین بار مردمان آسیای تابع خود را به قسمت‌های نظامی تقسیم کرد و نخستین بار مقررات جنگی برقرار کرد که هر نیزه‌دار و کماندار و سوار جدا باشد. پیش از آن بدون تفاوت و با هم درآمیخته بودند. تا قبل از اون سپاه مادها نظم و ترتیب مشخصی نداشتند و نیزه‌دار و سوار و کماندار همه با هم ترکیب بودند. ولی هوخشتره میاد و ارتشش را به 3 دسته تقسیم بندی میکنه. دسته اول کماندارها، دسته دوم سوار نظام و دسته سوم پیاده نظام که شامل نیزه‌دارها و شمشیرزنها میشدند. بعد از این کار هوخشتره موفق شد سکا را که متحد آشوری‌ها بودند و بعد از مرگ پدرش یعنی فراورتیش تونسته بودند به تعدادی از قبایل مادها مسلط بشن و شکست بده. با این کار هم قدرت آشور را تضعیف کرد، به این دلیل که آشور یکی از متحدانش را از دست داد و هم قبایل ماد رو که زیر دست سکا بودن به خودش همراه کرد و قدرت سپاهش رو افزایش داد. هوخشتره سپس با دولت بابل که اون زمان کلدانی ها بودن متحد شد و با نیروی نظامی خود به سوی سرزمین آشور حرکت کرد. در سال 614 پیش از میلاد از کوههای زاگرس گذشت و ضمن تسخیر آبادی‌های آشوری سر راه شهر آشور پایتخت باستانی دولت آشور را در محاصره گرفت. محاصره آشور چند روز و چند هفته ادامه داشت، اما سرانجام آشور سقوط کرد و اعیان آشور کشته شدند و ثروت‌ها و غنایم بسیاری که آشوریان در طی چندین قرن غارت اقوام آسیایی گرد آورده بودند به دست فاتحان افتاد. 2 سال بعد یعنی در سال 612 قبل از میلاد نیروهای ماد و بابل به هم ملحق شدند تا به نینوا حمله کنند. شهر به مدت 3 ماه محاصره شد و در این فاصله بین محاصره کنندگان و محاصره شوندگان 3 نبرد عمده صورت گرفت. سرانجام بعد از 3 ماه متحدان از طریق ایجاد سیل مصنوعی و خراب کردن حصار گلین شهر وارد نینوا شدند. متحدان شهر نینوا را تصرف و تا بیخ و بام ویران کردند که سهم عمده این پیروزی و سقوط شهر را مادی‌ها بر عهده داشتند. طبق گفته مورخین پرجمعیت ترین شهر اون زمان بابل بوده که جمعیتش حدوداً 200,000 نفر می شده و نینوا پایتخت آشوری ها جمعیتی حدوداً 120,000 نفری داشته و جز پرجمعیت ترین شهرهای اون زمان محسوب می شده. فتح نینوا را مهمترین فتح هوخشتره می دونن، به خصوص به این دلیل که جدا از ثروت و جمعیت و موقعیت نینوا این شهر پایتخت دشمن دیرینه مادها هم بود و با فتح نینوا سرانجام مادها تونسته بودن دشمن قدیمی خودشون را بعد از 1 قرن شکست بدن.
بعد از سقوط امپراتوری آشور بخش‌های اون بین مادها و بابلی‌ها تقسیم شد. بخش‌های شمالی به مادها و بخش‌های جنوبی به بابلی‌ها رسید. هوخشتره پس از فتوحات و پیروزی‌های فراوان و مطیع کردن کشورهای بسیار، این بار متوجه غرب ثروتمند و لیدیه که همان ترکیه امروزی میشه و شهرهای تجاری یونان شد. دلیل آن هم توسعه بیشتر امپراتوری تحت فرمان خود و گسترش ارتباطات تجاری با غرب و شرق بود. به نظر لیدی ثروتمندترین دولت آن زمان بوده و فتح آن میتواند ثروت بسیاری را برای گسترش امپراتوری و بازسازی شهرهایی که طی جنگ با سکاها و آشوری‌ها تخریب شده بودند نصیب مادها کنه. در سال 590 قبل از میلاد دو قدرت بزرگ ماد و لیدیه وارد جنگ با یکدیگر شدند. علت این جنگ ظاهرا فرار سکا به لیدیه و امتناع پادشاه لیدیه از استرداد آنها به هوخشتره بود. هرودوت در این باره اینطور نوشته: سکا پس از حمله به آناتولی و احتمالاً شمال ایران نوعی حکومت پادشاهی در محدوده دریاچه ارومیه یا شاید شمال آن بنیان نهادند، اما هوخشتره رهبران سکا را به یک میمانی دعوت کرد و آنان را کشت. بازماندگان سکا به آسیای صغیر گریختند و از این رو بود که هوخشتره با الیاتس شاه لیدیه به جنگ پرداخت. جنگ میان لیدی‌ها و مادی‌ها بیش از 5 سال طول کشید و در طی آن پیروزی گاهی نصیب مادها و گاهی نصیب دیگری میشد، تا اینکه در جریان نبرد هالیس خورشید گرفتگی کاملی شکل گرفت که موجب هراس طرفین جنگ و دست کشیدنشان از جنگ شد. نظرات متفاوتی در مورد تاریخ وقوع این خورشید گرفتگی وجود دارد. برخی آن را به سال 610 قبل از میلاد، برخی دیگر به سال 597 قبل از میلاد، اما بررسی‌های امروزه نشان می‌دهد چنین خورشید گرفتگی که در محدوده بین جنگ ماد و لیدی قابل رؤیت بوده، در ماه می سال 585 پیش از میلاد رخ داده است. بعد از این حادثه پیمان صلحی با وساطت بابل میان لیدیه و ماد منعقد شد و مرز میان ماد و لیدیه امتداد رود هالیس تعیین شد. البته وساطت پادشاه بابل برای انعقاد صلح به نظر حاکی از ترس او از قدرتمندتر شدن و گسترش هرچه بیشتر امپراتوری ماد بود تا موازنه قدرت در منطقه حفظ شود، چرا که در صورت ادامه یافتن جنگ ممکن بود مادها بر لیدیه چیره شوند و با قدرت و ثروتی که مادها از فتح لیدیه به دست می آورند به بابل هم حمله کنند و آنجا را هم بگیرند. اوج وسعت و قدرت مادها در دوران هوخشتره بود. در این دوران وسعت امپراتوری ماد از مرزهای جغرافیایی قومی خود که جنوب غرب دریای خزر و همینطور رشته کوه زاگرس بود فراتر رفت و بسیار گسترش یافت و به بزرگترین امپراتوری زمان خود تبدیل شد. مرز ماد از سمت مغرب توسط رود هالیس از لیدیه جدا می شد. از سمت جنوب غرب هم مرز با بابل بود و از طرف شمال به رود ارس می رسید و از شرق تا نزدیک هند امروزی پیش رفته بود و جنوب غرب ایران که آن زمان تحت کنترل ایلامی ها بود هم به نظر زیر سلطه مادها اداره می شده. در سال 585 قبل از میلاد هوخشتره فوت کرد و حکومت مادها به فرزندش آسیاگ یا همون آژیدهاکی که امروزه بیشتر با این نام میشناسیم رسید. در مورد سالهای ابتدایی حکومت آژیدهاک اطلاعات دقیق در دست نیست. مهمترین اقدام سیاسی آژیدهاک ادامه جنگ‌های زمان هوخشتره با کشور لیدیه بود که آن نیز به نتیجه‌ای نرسید و سرانجام به دنبال این نبردهای بی‌حاصل معاهده صلحی بین دو طرف منعقد شد که طی آن دختر فرمانروای لیدیه به همسری آژیدهاک درآمد. کروزوس برادر همسر آژیدهاک در آینده نچندان دور فرمانروای لیدیه شد که این موضوع در نبردهای بعدی بین پارسا و لیدیایی‌ها تأثیر گذاشت. آژیدهاک دوره‌ای به قدرت رسیده بود که مادها در اوج قدرت خودشون بودند و تنها قدرت منطقه غیر از مادها امپراتوری نوبابل بود که با مادها رابطه نسبتا خوبی داشتند. برای همین هم آژیدهاک بعد از جنگ با لیدی که در نهایت به صلح و ازدواج با شاهزاده لیدی انجامید، برخلاف پدرش دست از جنگ و کشورگشایی برداشت و به خوشگذرانی مشغول شد. اما خب این دلیل اصلی ضعف مادها نبود. در اصل آژیدهاک پادشاهی بیش از حد مغرور و البته سختگیر و حتی خونخوار بود و مجازات‌های به شدت سختی را برای مخالفانش و بعضی زیردست‌ها و وزرا تعیین می‌کرد و کار به جای رسیده بود که خیلی راحت حکم اعدام برای افرادی که با اون هم نظر نبودند صادر می‌کرد. این رفتارهای بیرحم و ظالمانه آژیدهاک باعث نارضایتی درباریان و همینطور حکام شهرهای زیر سلطه مادها شده بود. هرودوت در مورد آژیدهاک اینطور نقل می‌کند: آستیاگ نسبت به مادی‌ها بیرحم بود.
که به نظر میرسد منظور هرودوت بزرگان ماد یعنی وزرا و بازماندگان شان و رؤسای شهرها و دهکدا بوده است. سال 558 قبل از میلاد کوروش شاه اقوام و طوایف پارسی شد. مرکز پارسا تو اون زمان شهر کهن انشان بوده که توسط ایلامی ها ساخته شده بود و تا سال 770 قبل از میلاد جزء شهرهای ایلامی ها محسوب می شده. اما سال 770 قبل از میلاد قبایل پارسی ایلامی های ساکن انشان را وادار به مهاجرت به شوش پایتخت اون زمان اعلام میکنن و از اون موقع تقریبا تمام ساکنان شهر انشان پارسیان میشن که بعداً به یکی از پایتخت‌های هخامنشیان در کنار شوش، هگمتانه، بابل، پاسارگاد و پارسه یا همان پرسپولیسی که ما امروزه بهش میگیم تخت جمشید تبدیل شد. همونطور که گفتیم سال 558 قبل از میلاد کوروش شاه طوایف پارس میشه و در همون سالهای ابتدایی موفق میشه بخش جنوب و جنوب غرب فلات ایران رو تحت کنترل خودش در بیاره. رفتار و جوانمردی کوروش نسبت به اسرا و قبایل شکست خورده باعث میشه نامش سر زبونها بیفته و در نتیجه خیلی از فرمانده‌ها و حکام شهرهای تحت فرمان ماد که از سختگیری‌ها و ظلم‌های آجیداک به تنگ آمده بودند به رهبری هارپاگون برای کوروش نامه میفرستند و خودشون رو سرباز اون معرفی میکنن و با کوروش هم پیمان میشن. آجیداک که این خبر رو میشنوه عصبانی میشه و تصمیم میگیره به جنوب فلات ایران که تحت سیطره نوه خودش بوده لشکر بکشه. لازم به ذکره که مادر کوروش یعنی ماندانا دختر آجیداک بوده و در نتیجه کوروش نوه آجیداک می شده. خلاصه آجیداک به همراه سربازانش به سمت جنوب فلات ایران که مقر پارسا بوده حمله میکنه، اما تو این جنگ فرماندهان مادها که دل خوشی تو این چند سال از آجیداک نداشتند علیه شورش میکنن و اونو تحویل کوروش میدن تا بدین شکل امپراتوری مادها بعد از حدود 128 سال حکومت بر فلات ایران جای خودش رو به امپراتوری پارسا یا همون هخامنشیان بده. همونطور که چند دقیقه قبل گفتیم قبل از حمله آجیداک به مقر فرماندهی کوروش خیلی از حکام شهرهای تحت فرمان مادها با کوروش پیمان بسته بودند و کوروش توانست بدون هیچ جنگ و خونریزی صاحب بخش‌های از مناطق تحت فرمان مادها بشه. اما این تازه شروع راه کوروش برای تشکیل اون امپراتوری بزرگی بود که ما امروز اون را میشناسیم، چون بعضی از شهرها بعد از سقوط امپراتوری ماد اعلام پادشاهی کوروش را قبول نکردند و اعلام استقلال کردند. همینطور اون زمان هنوز حکومت‌های قدرتمند نوبابل ولیدی وجود داشتند. این نکته را هم لازم اشاره کنیم. کوروش توی امپراتوری که تشکیل داد از مادها استفاده کرد و بعضی از وزرایش را همین مادها تشکیل میدادند. یا جالبه بدونید اولین حکمران بابل بعد از فتح